أوه السلام والخبر كيف الأمور آره بيزنسك اليوم في بروجرام hujjatulislam.com بزن برام دیریم رام زیر عبای عظمم في این شرایط که صافت حرب عدونا یعنی جنگ دشمن ما جنگ نرم استارتین کرده وید یعنی با فیلتر عمامه در حجت الاسلام .com جلوی تهاجم انمی رو یعنی دشمنمون رو میگیریم و اما في بداية الأمر واحد سوپرریز جشن فیلتر گذاری ببخشید امامه گذاری با نقش آفرینی ناصر مکار رمشیره زیوانه اما مامو کج نزار عظم جونم یارمه اما مامو کج نزار عظم جونم یارمه و اما فی الخصوص السوالات والعنصرات یعنی جوابات فی تلفاز النظام یعنی فی تلویزیون نظام جمهوری اسلامی هذا هو. یکی از زمانهایی که طعم حقیقی عاشقی رو چشیدی. نمیگم خیلی خصوصیه. باشه حالا که میگید باشه. زمان ارتحال آیت الله مشکینی که میخواستیم خاکش کنیم واقعا نمیذاشتا. اینجا بود که فهمیدم چقدر آدم میتونه عاشق زندگی باشه. حالا فکر کنم میدونست اون دنیا چه خبره. کدوم شخصیت از کدوم داستان زندگی شما رو تغییر داد؟ پدر ژپتو تو داستان پینوکیو خیلی تاثیر داشت. همین که تونست پینوکیو رو آدم کنه. حالا ما هر کاری که میکنیم این احمدی نژاد که آدم بشو نیست. چه جور آدمی میتونه محرم راز شما بشه؟ یه آدمی که ریش داشته باشه انقدر سرش درد کنه دور سرش انقدر کفنی بسته باشه تو قتلای زنجیره‌ای دست داشته آدم دزدی باشه کلا. آخرین باری که کاری رو به فرمان ندای درونتون کردین؟ خب ندای درونی میاد رسوب میکنه میره. همین داشتم میومدم استودیو دیدم یک گرسنه‌ای کنار خیابون ایستاده. همون موقع به ندای درونی که تو درونم بود جواب دادم. رفتم اونور خیابون یه چلو کبابی بود رفتم اونور خیابون 2 پرس چلو کباب با سالاد و نوشابه و سبزی همه اینا سفارش دادم. همونطور که داشتم اون گرسنه رو اونور خیابون نگاه می‌کردم اونم منو نگاه می‌کرد 2 پرس رو زدم تو رگ با خلال دندون اومدم خدمت شما. از راه دور با یه دوست گم شده صحبت کن. امام خوبی؟ دیگه نمیتونم صحبت کنم. چیزی مونده که بخوایم بگیم؟ نه دیگه بس فکر میکنم دوباره ندای درونیم دوباره شروع شده. میخوام برم ببینم اون بنده خدا هنوز اینجا هست یا نه. برم یه 2 پرس چلو کباب دیگه بخورم. و اما مستر علی کمینی مقام العظمى في اللایبرری یعنی کتابخانه یعنی بیت الکتب. از این کاغذ استفاده میکنید؟ پس از چی استفاده کنیم؟ از دستمال کاغذی استفاده کنیم؟ کاغذ دیگه نفهم. این برای خوندن اگر باشه خب چیز سنگینی کتاب دیگه مال خوندن دیگه. دنبل هاته که نمیخواد باش بزنی که خب میشه که عضله بسازی که مشتری نیست. برو گم شو مردنی بدون شو. این کتاب در مورد طرز تهیه و استفاده از آینه است. برای آینه موضوع آینه باید به دیوان بیدل مراجعه میکرد. اونجا اصلا آینه تو دیوان همینطور سرتاسر دیوان گرفته. سرتاسر دیوان خونت آینه کاری کنی؟ بعد چه رفتی به جیگرکی و دلفروشی داره؟ نفهمیدم. من تو همونی نبودی که رفتی تو استاب گفتی عجب آینه کاری شیکی کردن؟ همون ها؟ برو رد کارت. برو رد کارت. معلومه تا حالت خودت تو آینه ندیدی. برو دوباره کارت کنیم ما. برو کارت آینه دوست. برو. این یه کتاب جوکه درباره شماست. یه استادی به زبان عربی نوشته. کی اینو عربی کرده؟ خود ایشون که عربی ننوشتن. چیکار داری کی نوشته؟
جوکه دیگه بخون حالشو بکن. مثلا ابوی من نوشت. ابوی شما کی هستن؟ ابوی من بابامه که پدر برادرم هم هستن، دکتر غفاری. شما پسر آقای دکتر غفاری هستی؟ خیلی خوب خیلی خوب. شما هم پدر آقا مجتبی هستین؟ همون یارو خلوکه موش از پای جوب با این شریعت مداری ناسمینا خمونی؟ آقای شریعت مداری حاج محمد تقی. حاج محمد تقی همون با جناقشه. پس فامیل در اومدیم. ایول دین تو. The passenger of light یعنی راهیان نور فی مدینه الحویزه. This is hard war یعنی جنگ کلاه. هذا هو. اومدم گفتم حاجی من میدونم زنده ای، اگه چیزی کاری داری بگو انجام بدم. چشاشو وا کرد، گفت دستمو بگیر بلندم کن. دستشو گرفتم بلندش کردم، کمر شکسته، دل رو ریخته بیرون، یه جیغی زد، بلندش کردم. بعد دیدم کاری نمیتونم بکنم، دست کرد تو جیبش، یه کاغذی در آورد داد دست من، گفت بگیر برو. گرفتم، فکر کردم وصیت‌نامه‌شه، همینجوری رفتم عقب. دیدم این تانک نامرد اومد زنده عطاریان رو له کرد. خیلی راحت دارم میگن. اومدم پشت خاکریز، این کاغذ رو در آوردم، دیدم عجب، آخه عکس زن و بچه‌شه. منم تو اون صحنه‌ای که این تعریف کرد بودم. همین نامردی که اینجا داشت برای شما تعریف میکرد، این داستانو آبغوره میگرفت که میگفت خیلی راحت دارم میگم که اینجوری بود و دست شما نکردم، میخندید. همین نامرد خودش حاجی رو از پشت زد. من دیدم اون صحنه رو. بعد دست کرد تو جیب حاجی. خب من دیدم اونجا بودم. آخه شما چه گریه میکنن؟ خود نامردش زد دست کرد تو جیب این حاجی. حالا حاجی جیبشو گرفته بود 6 دستی که کس جیبشو نزنه ها. جیبشو زد. ناچس نامرد. همین نامرد اینجوری میکرد، همین جیبشو خالی کرد. بعد من دیدم خود نامردش دید داره تانک میاد، حاجی رو خودش انداخت زیر تانک. خودش. آره. بعد راحت نیستم که تعریف کنم. خب من میگم بهتون. خب هذا واز یعنی این بود برنامج ما في الحرب المخملی یعنی جنگ نرم. الگود بای الى اللقاء البای بایات.